ژاپن. این داور آقای ترکی عبدالله و همراه فلاح حسن داوران اول دوم این دیدار هستن از کشور عمان و بازی از این لحظه بچه ما آغاز میکنن. بهزادپور، پیرامون کیانی، مسعود زاده و احمدزاده. 5 تا اول من همون اول کار حمید داشت اشتباه میکرد نزدیک دروازه‌مون باز شه. شینگو تروکینا، ناویاماتسو، تاکاکی اوبا، اوزوموریرا و اوکویاما 5 تا اول تیم ژاپن هستن. هدایت تیم ما رو آقای مارکو ایتاویو بر عهده داره. اون برام یه مربی برزیلی و آشنا برای اون فوتبالی قدیمی روی راموس. اینجا یه لحظه همین اشتباه کرد نزدیک دروازه باز شه که اینجا شانس آوردیم و برای ما هم 8 بازیکن 7 گل زدن در 2 بازی. یه ضربه خطرناک بود، نباید بزنه اینجوری شوت بزنه. ما میتونه گل اول برای ایران بزنه. حرکت میکنه شیر محمدی، ضربهشو میزنه و توی دروازه چه شوتی زد. تاق دروازه ژاپن آورد پایین. مهدی شیر محمدی حالا ایران رو 1-0 از ژاپن جلو میندازه. ایران 1 ژاپن 0. 1/8 نهایی رقابت‌های فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا. حالا بچه ایران 1-0 جلو میافتن. مهدی شیر محمدی پیام آور شادی میشه برای بچه ایران. اینجا حرکت میکنه، یه ضربه روی پای راست محکم پور دروازه رو داشت پاره میکرد با این شدت ضربه‌ای که زد و شینگو تروکینا نتونست کاری انجام بده. شینگو تروکینا و محمد مرادی. حالا مرادی حرکت میکنه، یه شوت سنگین، توپ زمین خورده توی دروازه. دیدین بهتون گفتم این توپا خطرناکه. ایران 2 ژاپن 0. از همون سال 2011 بود بهترین رو انتخاب که اینجوری 2 بار توپ خورد زمین پله شد و مثلا کمرش رگ به رگ شد. اینجا اومد جمع کنه. دیدید اوت. حالا یه پرتاب مرادی، یه برگردون توپ به تیر دروازه هم برخورد میکنه. نزدیک بود گل سوم هم بزنی. سعید پیرامون باید بزنی شوتو تا ثانیه پایانی تایم اول است. یه ضربه از مرادی مشت میکنن توپو 1 ثانیه و تمام. اوزو توپو دور میکنه، داره یه ضد حمله میشه، یه شوت و بهزادپور جمع کرد. باری کلا همین گرفت توپ یاماوچی رو. سوتو میزنه آقای فلاح حسن. علی میرشکاری شوتشو میزنه و توپ از کنار دروازه ببینون رفت. باری کلا خوب زد شوتشو. این بازیکن علی میرشکاری برای شینگو تروکینا حرکت میکنه، جلو میاد، شوت خطرناکی داره. اونجا 3 نفر کنار خط وایسن تعویض بشن، باید با هماهنگی داور در حین بازی یه شوت سنگین و این توپ هم از کنار دروازه ببینیم میره. گل سومو بزنیم حاشیه امنیت خیلی خوب گرفتنش برای دروازه‌بان سخت میشه. حالا بشه پاس برای دروازه‌بان باز شد. گل اول رو شوسی یاماوچی میزنه، 7مین گلش در این دور از رقابت هاست و اینجوری خوشحالی میکنه. بازی سومشون در مقابل کویت هتریک کرد. بازی به بازی گلزنیش بهتر شد. اینجا هم گل 7مش زد تا خودش جدا کنه از اوزو و حالا با 7 گل آقای گل این رقابت ها به تنهایی باشه. اونجا باید اومد زرنگی کنه، جلوتر بکاره. داور بحرینی ترکی عبدالله به سمتش رفت. حالا کنه رو میزنن خطرناکه و بهزادپور ببینید مفت گل خورده. 2-2 مساوی. چقدر بد گل خورده. شماره 2شون تاکویا آکاگوما ضربه زد و حالا ژاپن باخت 2-0 رو تبدیل به مساوی 2-2 کرد. حالا نقش آقای مارکو ایتاویو اینجا مشخص میشه از این به بعد. ببینید میگم رو تیر 1 و وایستاد. 2 اونجا اصلا سعید پیرامون ندید بازی کنه پشت سرش رو و سخت گل زدیم و مفت گل خوردیم. اینجا حمیدم تا اومد به چرخ توپو کنترل کنه، تو بعد بغلش در اومد و دروازه باز شد. ما حالا هم داره با دست بلند رو قد پاس بده. اونجا بچه ما میزنن موقعیت، یه برگردون و توپی که از کنار دروازه یه کام کورنر شد. بله اوبا ضربه میزنه به مرادی، برخورد میکنه، هنوز به بیرون نرفته. احمدزاده نتونست کنترل کنه، تو به بیرون میره و گرفت بالاخره کار زد. تموم شد زمان بازی. به 1 دقیقه وقت اضافه بازی خواهد و به 3 دقیقه وقت اضافه. دقیقاً مثل سر به پنالتی خودش دروازه‌بان تک به تک ضربه رو میزنه و دروازه‌بان باز شد. گل سوم رو ژاپنیا زدن و حالا 3-2 جلو افتادن. کار خیلی سخت میشه. 1 دقیقه و 33 ثانیه. اینجا تو زاویه زد و شیجه پیمان هم جواب نداد. یک دقیقه و 33 ثانیه. 3 ثانیه. تمام
تموم شد، حذف شدیم. ژاپن 3 ایران 2 و ژاپن به مرحله نیمه نهایی میره. ایران از دور رقابت‌ها حذف میشه. من تیزاری و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. محمد رضا علیپور در خدمت شما خواهد بود.